خسته نباشین. من علیم و امروز اومدیم یه ایرادی که خیلی وقتا رایجه براتون پیش میاد اینجا با هم دیگه مرور کنیم و رفع ایرادش کنیم که بابتش هزینه اضافی ندید. ایراد چیه؟ ببینید توی ماشینای حالا تمام مدل‌ها، حالا ما چون پراید دم دستمه نسبت به پراید بهتون میگم. ببینید یه وقتایی ما میایم، خب ببین این حالت پیش میاد، اجازه بدین اینو میزنید باز و بس میکنید. ببینید بقیه وقتی من قفل رو باز و بس میکنم اون یکی ها اصلا هیچ تغییری براشون ایجاد نمیشه. بریم برای رفع این مشکل. نمونه یونیت قفل مرکزی داریم. این دوتا برای پرایدن، این برای پژو و مدل های دیگه هم هست. ببینید این پرایدهای سبا این مدل میخورن و این پیناشونه. این پرایدهای 131 این مدل میخورن و باز پیناشون به این شکلی. تو ویدیوهای بعدی اینا رو قشنگ میام براتون تشریح میکنم که چه چیزیه. و پژو هم که به صورت خشابیه اینه. محل قرارگیریش هم الان بهتون بگم. ببینید خیلی یهویی ببینید محل قرارگیریش هم میفته دقیقاً اگه بشه. ببین الان این باز کرده مثلا گذاشته اینجا، میبینین این 131 و ولی جای فابریکش میفته این بالای دست یونیت کامپیوتر یه ریل داره اونجا قشنگ قرار میگیره و خیلی راحت و بدون دردسر شما میتونید اینو عوض کنید. ببینید یه چاک داره، ببینید تمامشون توی پراید اینا یه چاک این شکلی داره، اون بالا قشنگ میخوره. ببینید دوباره در بیارید همونجا هم بزنید. بهترین جا هم این سر جای فابریکشه، اصلا چیز نکنید. و پژو هم اینجا یه پیچ میخوره به صورت خشابی میخوره، اون پشت قاب فرمون دقیقاً جایی که سوکتای مغزی سویچتون اونجا قرار میگیره پژو هم اونجا میخوره. سوکتش هست، خودش هم هست. سعی کنید بچه هر وقت در میارید دوباره همون شکل بذارید سر جاش که بعدا آقا این تکونه بالاخره این پیناشون شل میشن یا اینکه بعدا برای مشکل میخورید. اصلا هم نیاز نیست هزینه اضافه بگید. الان ببین همین یه قضیه رو اگه بخواید عوض کنید توی لیست قیمت حالا اتحادیه مثلا 400-500 تومن با پول تعویض فقط همین رو بدید. در صورتی که بچه‌ها جاشو بلد باشین یه سوکته. اگه هم بلد نبودید قدمتون به روی چشم، ما زیر قیمت یه چیزی که به اصطلاح هم ما بالاخره در بیاریم هم شما فشار بتونید خودمون انجام میدیم. اینجا هم که دیگه اصلا نذارم پول علکی بابت ایرادای علکی بدید. از اون تعویض یونیتی که بهتون گفتم قبل از اون شما بیاید اینو چک کنید. ببینید توی جعبه فیوز پراید یه فیوز داره به اسم دول لوک، یه فیوز 30 آمپر اینجاست. ببینید فیوز دول لوک مخصوص همینه و توی پژو هم باز توی جدولش هست. من اینو قشنگ میارم این و که اگه خواستید انتهای ویدیو هم عکس واضح همین جعبه فیوز رو میذارم که شما اگه بعدها خواستید فیوز رو جابجا کنید بازم بدونید. بچه همیشه هم چیزی بهتون بگم از این فیوزها نگیرید. فیوزهای شیشه‌ای این مدلی خب جنسشون معمولا مرغوب تره. ببین اونایی که شفافیت قشنگی داره، رنگشون قشنگه، اینا درسته شما سیمو میبینید ولی به مرور هر وقت این پینا رو فشار میدید من دیدم این پینه میاد بیرون. همین بیرون اومدن گاهی دیدین متوجه نیستین و باعث میشه که مشکل تو کارتون ایجاد شه. این بده. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. حالا این اولی بود، منم تجربه‌ام خیلی کمه تو این زمینه. تا هر روز سعی میکنم یه ویدیو این مدلی بذارم و هم بتونم یه مشکلی از شما حل کنم و همین که لذت میبرم از یاد
خیلی مخلصم.